همه چیز ساخته بیگانگان است. این کلاه ساخته نیوزلند است و این عینک ساخته اتریش است و این ساخته امریکاست. این ساعت ساخته سوئیس است. کفش هایم ساخته ایتالیاست. لباسم پشمش ساخت انگلیس است. برادرانم، ما در زندگی مادی خود مالک هیچ چیز نیستیم. برای چی در نماز دستان خود را بلند میکنید و میگویید خدایا اسلام و مسلمین را نصرت کن؟ شما را علی چه کسی یاری کند تا شما را حمایت و یاری کند؟ آیا پیروزی با جهالت محقق می شود؟ 30% مسلمانان سواد خواندن و نوشتن را ندارند. کدام یک دانشگاه در سطح دنیا وجود دارد که ما بتوانیم آن را به عنوان دانشگاهی که اندیشمندان و کسانی که توانایی اداره دنیا را دارند از آن فارغ التحصیل می شوند گرامی بداریم؟ ما نه می نویسیم و نه می خوانیم. به عنوان مثال ما همین روز که روز جمعه و ابتدای سال میلادی است، کدام یک از شما نمازگزاران کتاب خوانده اید؟ ما کتاب نمی خوانیم. همسران خود را نیز به خواندن ترغیب نمی کنیم و فرزندان ما هم کتاب خوان نیستند. همه ساله مطالعه کتاب ها در نزد عرب در طول یک سال 0.79 کتاب است. عرب ها در سال 3 تا 4 کتاب می خوانند، اما هر ژاپنی سالانه 80 کتاب را مطالعه می کند. چطور می شود من مثل ژاپنی باشم؟ چطور می توانیم مثل یک امریکایی اصل باشیم که خواندن و نوشتن را یاد گرفته است و یاد گرفته برنامه ریزی کند و با دقت و نظم زندگی کند، ولی ما با بی‌نظمی و بی‌درایتی زندگی می کنیم؟ امتی که بر مبنای احساسات و عواطف زندگی می کند. اگر می خواهید شیوه و روش پیامبر را دنبال کنید، باید از روش و مسلک ایشان پیروی کنید. خداوند متعال می فرماید بخوان به نام پروردگاری که تو را آفرید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید هر روزی که خورشید در آن طلوع نماید و در آن روز معلومات را کسب نکنم که مرا به خدا نزدیک کند، برایم آن روز نامبارک و نامیمون است. امروزه ما امتی هستیم که به اسباب و وسایل عزت چنگ نمیزنیم، در حالی که اسباب عزت از ما میخواهد که عقلها را بسازیم. عقلها را بسازید و رشد دهید و عواطف و احساسات را رها کنید. عقلها کجایند؟ رابطه سببیت و علت و معلولی کجاست؟ عقل انتقادگر کجاست؟ و منهج تربیتی صحیح کجاست؟